بلوگر و رزوکور زاده بدخشان کامیار میرزایف که در شبکه‌های اجتماعی با تخلص کامچک میرزایف معروف بود، روز 5 سپتامبر سال 2022 در شهر مسکو دستگیر شده است. منابع آگاه پایگاه خبری بامداد خبر دادند که شام 5 سپتامبر به خانه‌ای که کامچک میرزایف و چند زاده دیگر بدخشان اجاره می نشستند، کارمندان پلیس شهر مسکو و نمایندگان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان آمده کامچک میرزایف و 2 تن از همخانه‌هایش را به شعبه پلیس بردند. صبح 6 سپتامبر پلیس مسکو بعد پرسجو آن 2 نفر را آزاد کرد، ولی کامچک میرزایف را در بازداشت باقی مانده است. به دوستان و نزدیکانش که بعد شنیدن خبر بازداشت بلاگر به نزد شعبه پلیس آمدند، کارمندان پلیس گفتند که بیهوده منتظر نشوید اینجا. به او مقامات تاجیکستان سوال‌های زیاد دارند و او را با خود به تاجیکستان میبرند. تا این ساعت درباره به تاجیکستان برده شدن کامچک میرزایف خبر موثقی هنوز به دست نرسیده است، ولی در چند ماه آخر مقامات تاجیکستان توانستند از روسیه الکی حدود 20 نفر از فعالان زاده بدخشان را دستگیر کرده به دوشنبه برند. گفتنی است که اکثر آنها الکی روز بعد در روسیه دستگیر شدن و غیب زدنشان در دوشنبه در حبس یافت می شدند. آخرین نفری که در میانه های ماه آگوست در مسکو بازداشت شد و با همین غیب زد، عکسبردار و بلاگر و فعال دیگر زاده بدخشان مقصود غیاسوف بود که با تخلص بابینگ 04 و شوویس در شبکه‌های اجتماعی مطلب‌های طنزآمیز نشر می‌کرد. 2 سال پیش در عین اوج پاندمی کرونا ویروس کامچک میرزایف که اون وقت در خوروغ به حیث رضاکار به مردم و طبیبان کمک می‌رساند، محض امر با مقصود غیاسوف مسئله وضع ناگوار بیمارستان خوروغ را که برای تمام بیمارانش همگی یک یختان داشت رسانه‌ای کردند. بعد نشر عکس‌ها از بیمارستان زادگان بدخشان یک معرکه سراسری جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای بیمارستان خوروغ برآ انداختند. کامچک میرزایف در شبکه‌های اجتماعی از کمبودی‌های موجوده در بدخشان انتقاد می‌کرد و ماه نوامبر سال 2021 از طلب‌های اعتراضگران خوروغ حمایت کرده بود. ماه اپریل سال 2022 صحیفه‌های مربوط به فابریکه جواب از جمله صحیفه انفو و مکبه تهدید کرده بودند که نسبت به کامچک میرزایف برای تهمت در حق کارمندان دولتی و رهبران ولایت پرونده می‌کشایند. خود بلاگر اون وقت در پاسخ به سوال پایگاه بامداد گفته بود که این تهدیدها را جدی نمیگیرد. دوستانش میگویند که کامچک میرزایف تقریبا نیم سال اخیر در مسکو به سر میبرد. بنا به اطلاع دریافتی بامداد، کامچک میرزایف چند پیش از مقامات حفظ حقوق تاجیکستان پیامک گرفته بود که اگر خودش با اختیار خود برای بازپرسی حاضر نشود مجبوراً از روسیه آورده خواهد شد. منابع بامداد میگویند که پیامک‌ها با چنین مضمون به دست کم 5 نفر از نمایندگان قشر روشنفکر زادگان بدخشان که در شبکه‌های اجتماعی فعالانه اظهار نظر میکنند فرستاده شده است. اکثر آنها در روسیه قرار دارند. این در حالی است که در رابطه به حوادث اخیر بدخشان الکی دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده بدخشان به حبس گرفته شدند. اینها الفتخانی محمدچای و محمد سلطان، خوشام گلیم، رمزی شاگونوف، مقصود غیاسوف و اینک کامچک میرزایف می باشند. 3 نفر اول آنها را در دوشنبه و 3 دیگر را در روسیه دستگیر کردند. ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه مسلح سرکوب کردند. به حساب سازمان ملل حدود 40 نفر کشته شد. تا امروز درباره بازداشت حدود 200 نفر از زادگان بدخشان در رابطه با اعتراضها خبرها به دست رسیدند. تقریبا 20 نفر آنها را در روسیه دستگیر کرده به تاجیکستان آوردند.